اگه فکر میکنید بعد از فروپاشی شوروی همه جمهوری‌های جدا شده خوشحال و شاد و خندان رفتن دنبال آیندهشون، باید یه بار داستان تاجیکستان رو از اول بشنوید. چون این کشور کوچیک، همین همسایه شرقی ما، بعد از استقلالش نرفت سمت پیشرفت، نه دنبال آزادی و دموکراسی، بلکه مستقیم شیرجه زد وسط جهنمی به اسم جنگ داخلی. انگار استقلال براشون نه یه شروع تازه، بلکه یه نفرین تاریخی. سلام، من علی ندیمی هستم و اینجا تختگاه تاریخه. فقط تصور کنید کشوری که تازه استقلال پیدا کرده، هنوز رنگ پرچمش خشک نشده، هنوز حتی مردمش نمیدونن پاسپورتشون چه شکلیه، یه دفعه میفته وسط یه دعوای خونی که 5 سال طول میکشه. بیش از 150,000 نفر کشته میشن، حدود 1 میلیون نفر رو آواره کوه و بیابون میکنه و شهرهای بزرگ رو به شدت ویران میکنه. حالا سوال اینه چرا؟ چی شد که ملت تاجیک، همین تاجیک هایی که از دل فرهنگ و تمدن سامانیان بیرون اومدن، به جون هم افتادن؟ چی باعث شد که شهرها به دست گروه های مسلح بیفته؟ و مهمتر از همه چه دست هایی پشت پرده ها بازی میکردن؟ قدرت های منطقه، گروه های اسلامی، کمونیست های قدیمی، یا شاید خود مردم ساده‌ای که فریب خورده بودن؟ امروز قراره یکی از دردناکترین و پیچیده ترین و در عین حال واقعی ترین روایت های تاریخ معاصر رو براتون بازش کنم. اونم نه از دید سیاستمدارا و خبرگزاریا، بلکه با زبون خودمون، با چاشنی واقعیت. روایت درد و رنج یه ملت که میخواستن بلند بشن، اما زمین زیر پاشون خالی شد. اگه از بالا به نقشه آسیا نگاه کنیم، کشور تاجیکستان رو میتونیم ببینیم. یک کشور محصور بین کوههای سر به فلک کشیده پامیر و دره‌های خشن و عمیق آسیای میانه. تاجیکستان از نظر جغرافیایی یک کشور بدون دسترسی به دریاست و از 4 طرف با ازبکستان، قرقیزستان، چین و افغانستان هم مرزه. مساحت این کشور حدود 142,000 کیلومتر مربع، یعنی تقریباً هم اندازه استان اصفهان. بیش از 9.5 میلیون نفر جمعیت داره که حدود 80% تاجیکان. یه ملت فارسی زبان با ریشه های تاریخی عمیق. بقیه جمعیت هم شامل ازبک‌ها، روس‌ها و پامیری‌ها میشن. پامیری‌ها که تو مناطق مرتفع شرق کشور زندگی میکنن، به زبان‌های کهن و نایابی صحبت میکنن که ریشه‌شون به هزاران سال پیش برمیگرده. پایتخت کشور شهر دوشنبه است، شهری که زمانی یه دهکده کوچیک بود ولی حالا قلب سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان. دین اصلی مردم اسلامه و بیشترشون هم سنی حنفی هستن، ولی یه اقلیت قابل توجه از شیعه های اسماعیلی هم تو شرق کشور، مخصوصا تو ولایت خودمختار بدخشان زندگی میکنن. تاجیک ها به زبان فارسی صحبت میکنن، البته خطشون سیریلیک یا همون خط روسیه و این خودش یه پارادوکس جالب. مردمی که با ایران هم زبان ولی خطشون میراثی از دوران شوروی. اقتصاد کشور به شدت وابسته به کارگرای مهاجره. میلیون ها تاجیک تو روسیه و کشورهای اطراف کار میکنن و برای خانواده هاشون پول میفرستن. منابع طبیعی مثل آلومینیوم و انرژی برقابی هم دارن و مهمترین محصول کشاورزیشون هم پنبه است. حالا بریم بپردازیم به این که چطور کشوری با این مختصات جغرافیایی و جمعیتی تبدیل به میدان جنگ داخلی شد. قصه مردم تاجیک تو قرن 20 یه پیچ خطرناک خورد. وقتی امپراتوری تزاری روسیه سقوط کرد و بولشویک‌ها قدرت گرفتن، آسیای میانه، این منطقه پر از اقوام، زبان‌ها و فرهنگ‌های در هم تنیده، افتاد زیر چتر قدرت جدید، شوروی با شعار عدالت و برابری اومده بود، ولی برای ملت‌های کوچیک بیشتر شبیه به یه مهندسی قومیتی بود، یه مهندسی خطرناک.
سال 1924 با یه چیزی به اسم مرزبندی ملی خطکش انداختن وسط تاریخ و جغرافیا و تصمیم گرفتن کی بشه ازبک، کی بشه تاجیک. تاجیکا که قرنها تو سمرقند و بخارا و خوجند و بدخشان و بلخ با یه زبان و فرهنگ زندگی کرده بودن، حالا یهو دیدن نصفشون تو جمهوری ازبکستان گیر افتادن، نصف دیگهشون افتادن تو جمهوری تازه تأسیس تاجیکستان. سمرقند و بخارا که قرنها پایتخت‌های فرهنگ فارسی بودن، با یه امضای ساده رفتن زیر پرچم ازبکستان. زبان فارسی که قلب فرهنگ قوم تاجیک بود، حالا باید توی کتابا، مدارس و حتی خونه‌ها جای خودشو به زبان روسی میداد. تو دبستان‌ها معلم‌ها به روسی درس میدادن. روزنامه‌ها، رادیوها، همه چیز باید شوروی پسند می بود. تازه خط عربی هم ممنوع شد و خط سیریلیک روسی جانشینش شد. این یعنی یه ملت یه شبه از گذشتش بریده شد. دیگه بچه‌های تاجیک نمیتونستن اشعار رودکی و سعدی و حافظ رو بخونن. شوروی به ظاهر دین و قومیت‌ها رو حذف کرده بود، ولی واقعیت این بود که با همین مرزبندی‌ها و خطکشی‌ها می‌خواستن یک هویت ملی قدرتمند بین مردم تاجیک شکل نگیره. رهبران شوروی با تقویت وفاداری‌های قبیله‌ای و منطقه‌ای به جای هویت ملی، توازن قدرت رو به نفع گروه‌های خاصی تنظیم می‌کردند. مثلا اکثر زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی تاجیکستان در دو منطقه خوجند و کولاب قرار گرفته بود و بیکاری و مشکلات معیشتی در این نواحی خیلی کمتر از مناطق دیگه بود. این مسئله باعث ایجاد یک شکاف و حس نارضایتی در دیگر مناطق تاجیکستان شده بود. یه جورایی این سیاست‌های تفرقه افکنانه شوروی تضمین کننده نابودی اتحاد و هویت ملی تاجیک‌ها بود. برای ده‌ها سال این شرایط در تاجیکستان حاکم بود تا اینکه در سال 1991 اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. در اون زمان تاجیکستان فقیرترین جمهوری شوروی بود و بیش از 90% بودجه‌اش با یارانه‌های مسکو تامین می‌شد. بعد از استقلال این جریان مالی قطع شد و اقتصاد کشور فرو پاشید، به شکلی که تولید ناخالص داخلی 65% سقوط کرد. بیش از 60% خانواده‌ها زیر خط فقر بودند و 80% مردان 18 تا 35 ساله بیکار شدند. اداره‌ها، ارتش، پلیس، حتی سیستم بهداشت فلج شد. مرزها بی صاحب موند و قاچاق و جنایت به سرعت رشد کرد. مردم در چنین شرایطی دنبال نجات و امید بودند. یعنی جامعه تو شرایط انفجار قرار داشت و فقط یه جرقه لازم بود. حالا قبل از اینکه بپردازیم به طرفین درگیری در جنگ داخلی تاجیکستان، اجازه بدید یه سر بریم به دهه 80 میلادی. بعد از اینکه میخائیل گورباچوف در سال 1985 رهبر شوروی شد، برای خارج کردن شوروی از اون وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی شروع کرد به یه سری اصلاحات گسترده. گورباچوف سیاست اصلاحات اقتصادی و سیاسی رو دنبال میکنه و باعث میشه که یه فضای باز سیاسی برای فعالیت بقیه احزاب در سراسر قلمرو شوروی به وجود بیاد. در تاجیکستان هم این اصلاحات در ابتدا با دغدغه‌های فرهنگی تاجیک‌ها شروع میشه، به طوری که روشنفکرها و نویسنده‌های تاجیکستان در سال 1988 مسئله رسمیت بخشیدن به زبان ملی تاجیک‌ها یا همون زبان فارسی رو در جامعه به عنوان مطالبه ملی مطرح کردند و این مسئله با استقبال عمومی مردم مواجه شد. علیرغم اکراه و مخالفت حاکمان کمونیست تاجیکستان، این مردم تاجیک بودند که با یک مبارزه مدنی بالاخره موفق شدند که مجلس تاجیکستان رو وادار کنند تا در سال 1989 قانون زبان فارسی رو تصویب کنند. تصویب چنین قانونی در یک کشور کمونیستی جزء محالات بود که مردم تاجیک موفق به انجام اون شدند. حالا این اتفاقات باعث شد که تاجیک‌ها تشویق به ایجاد تشکل‌ها و احزاب سیاسی مختلف
برای رسیدن به خواسته هاشون بشن. در اون سالها چندین حزب و تشکل سیاسی در تاجیکستان به وجود اومد. سازمان مردمی رستاخیز، سازمان لعل بدخشان، حزب دموکرات تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی از مهمترین اونا بودن. این احزاب گرایشات مختلفی داشتن. بعضیاشون ملیگرا بودن و دنبال حکومت سکولار و بعضی دیگه مذهبی بودن و میخواستن دولتی بر پایه شریعت اسلامی برپا کنن. اما همه این گروه ها یه نقطه اشتراک داشتن. اونا همگی با کمونیست ها و روش حکومتیشون به شدت مخالف بودن و تلاش میکردن که از راه‌های مدنی مثل انتخابات آزاد قدرت رو به دست بگیرن تا بتونن به اهداف سیاسی خودشون برسن. حالا در 12 فوریه 1990 یه اتفاقی در تاجیکستان میفته که میشه اون رو اولین جرقه در انبار باروت خشم این ملت دونست. در اون روز یکی از بزرگترین اعتراضهای مردمی تاریخ تاجیکستان تو دورانی که هنوز شوروی حکومت میکرد رقم خورد. دلیل این اعتراضات چیزیه که شاید عجیب به نظر برسه. اسکان چند خانواده جنگ زده ارمنی در شهر دوشنبه. البته ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرفا بود. اون زمان اوضاع اقتصادی شوروی رو به وخامت گذاشته بود. تو تاجیکستان مردم ساعتها تو صف نون و گوش وای میسادن و آب و برق سهمیه بندی شده بود. حالا تو همین شرایط سخت یه شایعه پیچید بین مردم که میخوان یه تعداد خانواده ارمنی که از جنگ قره‌باغ فرار کرده بودن و بیارن شهر دوشنبه و بهشون اسکان بدن. اونم تو خونه‌های دولتی که مردم محلی سالها در صف انتظارش بودن. این شایعه مثل آتیش افتاد در یک علفزار خشک. مردم میگفتن چرا ارمنی‌ها؟ ما خودمون نون نداریم. حالا نوبت به ارمنی‌ها رسیده؟ این باعث شد که اعتراضات شدید و شدیدتر بشه. دفاتر دولتی آتیش زده شد، فروشگاه‌ها غارت شد. حتی گزارش‌هایی هست که تو بعضی از مناطق اقلیت‌های ارمنی و روس مورد حمله قرار گرفتن. از اون طرف ارتش شوروی وارد عمل شد. تانک‌ها اومدن تو خیابونای دوشنبه، سربازها با گلوله‌های جنگی به سمت جمعیت شلیک کردن. حداقل 26 نفر کشته شدن و حدود 100 نفر هم زخمی شدن. ولی یه اتفاقی افتاده بود. برای اولین بار مردم تاجیک علنا علیه نظام شوروی شعار دادن. مردم میخواستن که اعتراض کنن تا صداشون شنیده بشه، تا جلوی ساختار پوسیده شوروی بایستن. بعد از این شورش انگار در صندوق باروت باز شده بود. ترس مردم از حکومت ریخته بود و دیگه فقط دنبال نون نبودن. دنبال هویت بودن، دنبال دین، عدالت و حق تعیین سرنوشت. اما این وسط هنوز یه مانع بزرگ سایه انداخته بود. حزب کمونیست تاجیکستان زیر مجموعه‌ای از حزب کمونیست شوروی. سردسته این حزب شخصی بود به نام قدرالدین اصلانوف. اون در سال 1985 شده بود دبیر کل حزب کمونیست تاجیکستان و در ساختار نظام شوروی یه جورایی رئیس جمهور تاجیکستان محسوب میشد. اصلانوف هم سعی کرد اوضاع رو با همون روش‌های قدیمی آروم کنه. بستن دهان روشنفکرها، برخورد با روحانیون مذهبی، کنترل رسانه‌ها، ولی برای این کارا دیر شده بود و دیگه جامعه کاملا بیدار شده بود. فضای کشور همینطور دو قطبی و متشنج باقی موند تا اینکه در مارس 1990 انتخابات مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد. برای اولین بار بعضی افراد مستقل و شخصیت‌هایی از احزاب مخالف تونستن وارد مجلس بشن، گرچه حزب کمونیست اکثریت مطلق رو تونسته بود حفظ کنه. ورود همین چند صدای متفاوت مثل نفوذ نسیم آزادی توی اتاق خفه بود. طرح استقلال اقتصادی مطرح شد، باز شدن مساجد و تدریس قرآن تو بعضی از مدارس کلید خورد و البته برخوردهای شدیدتر بین حزب کمونیست و گروه‌های مخالف شروع شد.
در تابستان 1991 یک کودتای ناکام تو مسکو علیه گورباچوف اتفاق افتاد. این کودتا خیلی‌ها رو به ترس انداخت. اما مردم جمهوری‌هایی مثل تاجیکستان فهمیدن که شوروی داره فرو می‌ریزه. بلافاصله بعد از کودتا مردم تو شهر دوشنبه راهپیمایی کردن و خواستار تغییر نظام شد. بالاخره در روز 9 سپتامبر 1991 تاجیکستان استقلالش رو اعلام کرد. این استقلال تبدیل شد به آغازی برای رقابت گروه‌های مختلف. چند روز بعد و در روز 21 سپتامبر بعد از اجتماع مردم در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری و درخواست تعطیلی فعالیت‌های حزب کمونیست، قدرالدین اسلانوف فعالیت حزب کمونیست تاجیکستان را ممنوع میکنه و بعد هم استعفای خودش را از این حزب اعلام میکنه. بعدش هم برای راضی کردن مردم دستور میده که در روز 22 سپتامبر مجسمه معروف لنین رو از شهر دوشنبه بردارن. اما قرار نبود اوضاع به همین آرومی پیش بره. در حزب کمونیست هنوز قدرت در دست افرادی بود که اعتقاد داشتن باید به هر قیمتی و با هر روشی که میشه سلطه‌شون رو در تاجیکستان حفظ کنن. رهبرشون شخصی بود به نام رحمان نبیف. اونا برخلاف اسلانوف هیچ اهمیتی برای خواست مردم قائل نبودن و تصمیم اسلانوف برای انحلال حزب کمونیست رو به رسمیت نشناختن. اونا میخواستن همچنان کشور رو با روش کمونیستی اداره کنن. در روز 23 سپتامبر نماینده های کمونیست جمع شدن و بدون حضور اسلانوف جلسه تشکیل دادن و اونو از ریاست برکنار کردن و رحمان نبیف رو رئیس شورای عالی تاجیکستان کردن. این اتفاقات به کودتای پارلمانی تاجیکستان معروف شد. این وقایع دوباره باعث نارضایتی و اعتراضات سراسری میشه. 2 ماه بعد در 24 نوامبر 1991 رحمان نبیف در اولین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان پیروز شد. در اون انتخابات نبیف نماینده کمونیست ها و دولت خدانظروف نماینده احزاب مخالف به خصوص اسلامگراها بود. واقعیتشو بخواید دستگاه تبلیغاتی کمونیست ها موثرتر بود. اونا مردم رو از این میترسوندن که اگه احزاب مخالف قدرت رو به دست بگیرن یه حکومت اسلامی طالبانی در تاجیکستان برپا میشه. روسیه و ازبکستان هم از نبیف حمایت میکردن و در مطبوعات و رسانه هاشون مخالفان نبیف رو حامیان طالبان و اسلامگراهای جهادی معرفی کردن. اونا از این ترس داشتن که اگه اسلامگراها در تاجیکستان به قدرت برسن باعث بشن که در روسیه و ازبکستان هم احزاب اسلامی رونق پیدا کنن. ضمناً اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان خوب میدونست که شهرهای مهم سمرقند و بخارا و دیگر مناطق این کشور که عمدتاً تاجیک تبار بودند با پیروزی ائتلاف اسلامگراها و ملیگراهای تاجیک میتونه صحنه ناآرامی‌ها و قیام‌های تاجیک‌ها برای پیوستن به جمهوری تاجیکستان بشه. به هر حال بعد از پیروزی نبیف احزاب مخالف نتایج انتخابات رو نپذیرفتند و کمونیست ها رو متهم به تقلب و دستکاری نتایج انتخابات کردند و اعتراضات خیابانی دوباره شروع شد. نبیف هم مثل دوران حکومت شوروی شروع میکنه به دستگیری و بازداشت مخالفان. طرفداران احزاب مخالف در دوشنبه و در میدان شهیدان تجمع کردند. در طرف مقابل کمونیست ها هم طرفداران خودشون را از خوجند و کولاب به پایتخت میارن و در میدان آزادی این شهر مستقر میکنن. در این اعتراضات گروه های اسلامگرا مثل حزب نهضت اسلامی با سازماندهی نیروها و تبلیغات ضد کمونیستی شدید هر روز به تعداد طرفداران خودشون اضافه میکرد. در طرف مقابل مردم و قبایل ساکن کولاب و خوجند که سالها در رفاه نسبی و وضعیت اشتغال و معیشت بهتری بودند دو دستی چسبیده بودند به کمونیستا و اجازه نمیدادند که نظم جدیدی برقرار بشه و منافع اونا به خطر بیفته. متاسفانه باید بگیم که تبعیض‌ها و تفرقه افکنی‌های دوره شوروی پایه‌های اتحاد ملت تاجیک رو مثل کرم از درون خورده بود و باعث
ایجاد یه خشم فروخورده در بین این مردم شده. در قسمت بعد به طور مفصل میپردازیم به وقایع بعد از انتخابات و جنگ داخلی تاجیکستان.